درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها. واقعا یکی از عنصرهای اساسی شکلگیری ملت‌ها و دولت‌ها این زبان به حساب می‌رود. زیرا زبان به حیث یکی از مهمترین عاملی به هم آورنده خلقیت‌ها و ملت‌ها شناخته شده است. در اساس همین زبان است که فرهنگ ملت‌ها رشد می‌کند، معنویات از نسل به نسل انتقال می‌شود و درجه فهم و درک و جهانشناسی از زینه پایانی به زینه بالایی می‌گذرد و واقعاً زبان است که تمام علم‌ها در چارچوبه آن شکل می‌گیرند و اگر زبان نبودی هیچ علمی نمی‌توانست شکل بگیرد. و واقعا زبان است که افاده‌گری تفکر انسانی است و هرچی درک و فهم انسان توسط مفهوم‌های زبانی افاده می‌یابند. و واقعا خود دولت و خود ملت هم میتوان گفت که با وجود زبان برپا و منسجم است. ما موضوع امروزه را عنوان گذاشتیم زبان دولتی، رمز دولت صاحب استقلال. و واقعا در طول تاریخ هم اگر ما نظر افکنیم ما می‌بینیم که زبان ما یعنی زبان تاجیکی فارسی دری در طول تاریخ هنوز از زمان سامانیان شروع کرده به حیث زبان دولتی شناخته شده بود و در تمام این شیب و فرازهای بعدی که ما زیر سلطه بیگانگان رفتیم یگانه عاملی که ما را از نابودی نجات داد میتوان گفت که زبان و فرهنگ ما بود و اگر همین زبان و فرهنگ بزرگی اینها نمی بود، توانایی اینها نمی بود، ما هیچگاه نمی توانستیم که به امروز دولت با نام تاجیکستان برسیم. یعنی انا همین قهرمانی زبان که البته قهرمانی زبان توسط دانشمندان این قوم که اونها با واسطه دانششان با این زبان مجموع دستاوردها و شناخت خود را بیان داشتند و این هم یکی از سبب‌های ماندگاری دولت شد. و اکنون برای پهلوهای این موضوع را مورد شرح و تفصیل قرار دادن ما به استودیو نامزد علم‌های زبانشناسی دسنت ناصرов صبور مظفرویچ رو دعوت ارستیم و من ایشون رو خیر مقدم میگم که این دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیو تشریف آوردن. از شما میخواستم همچون متخصص اولا برای بیننده عزیز شرح میدادید مفهوم زبان دولتی چیست و این مفهوم با زبان ملی تا چه اندازه ارتباط دارد یا اینها از هم تا چه اندازه تفاوت هم دارند در عموما در فضای گوناگون جهانی. تشکر. شما درست گفتید که درباره مفهوم زبان دولتی و زبان ملی واقعا این دو مفهومی که از همدیگر بسیار فرق میکنند، هرچند که بعضا مردم این مفهوم رو مخلوط آمیخته میکنند. باید بگویم که وابسته به مسئله زبان در جمهوری عزیز ما اصلا دو قانون قبول شده است. یکم این قانون جمهوری تاجیکستان با نام قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان و که سال 1989 هنوز در دوران شوروی قبول شده بود و دوم قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در جمهوری تاجیکستان و باید بگویم که 2009 قانون دوم به تصویب رسید و باید بگویم که مفهوم یعنی مقام سیاسی مقام حقوقی زبان تاجیکی همچون زبان دولتی رو هنوز قانون اول معین کرده بود و در ماده اولی همان قانونی که سال 1989 قبول نمودیم گفته شده بود که زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی فارسی است و ببینید اصلا در دوران شوروی همین مفهوم اصطلاح زبان دولتی چندان
سر زبان ها نبود، زیاد ذکر نمیشد و از استفاده این مفهوم خودداری هم میکردند. کمی ترس هم داشتن. بله، کمی ترس هم داشتن، چرا که ایدئولوژی دوران شوروی اصطلاح زبان دولتی رو این مال نظام سرمایه‌داری، نظام کپیتالیستی میدونست و بران اندیشه بودن که گفته میشد که زبان دولتی این زبان صنف استثمارگر است، صنف برجوازی است که آنها با دولتی اعلام کردن زبان خود حقوق خلقیت و ملت‌های دیگر را پایمال میکنند و در همون دوره میدونید اولین شده در اتحاد شوروی سال 1978 جرأت کرده از همین اصطلاح استفاده بردند جمهوری های کوکاس و سه جمهوری این منطقه یعنی آذربایجان، جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان زبان خودشان را زبان دولتی اعلان نمودند. یعنی از همین اصطلاح زبان دولتی استفاده کردند و بعدتر در دوره به اصطلاح بازسازی گورباچوی قانون درباره زبان قبول نمودند و زبان خود را، زبان ملی خود را زبان دولتی اعلان نمودند. این جمهوری های نزد ساحل بالتیکا و پس از آن جمهوری ما و باید گفت که در آسیا میانه از شمار جمهوری آسیا میانه اولین شده جمهوری ما به این اقدام دست زد. خب زبان دولتی یعنی چیست؟ کارشناسان به همین خلاصه آمدن که البته عقیده ها گوناگون است. یکی همان عقیده که بسیار معمول است همین است که زبان دولتی این زبان است که در حدود یک کشور، در حدود یک دولت، در سمت سیاسی، در سمت اجتماعی و در سمت فرهنگی نقش وحدت آفرین را اجرا میکند و رمزی دولت صاحب استقلال دانسته می شود. در اکثریت دولت ها از کشورها از جمله در کشور ما خلقیت و ملت های زیاد عمر میبرند. خب همه با زبان اکثر زبان خودشون را دارند، لیکن زبان ملی و قومی زبان ملی قومی خودشون را دارند. حالا لیکن یک زبانی که باید که تمام همین قشرهای جامعه را با هم پیوندد، یعنی وی وحدت آفرین باشد، همه را خب یعنی نمایندگان و قومی ملت‌های گوناگون را تواند که سرجم سازد. خب این زبان فقط زبان دولتی بوده میتواند و خب بگویید در کشور ما هم زبان‌های زیاد هستند که عمل میکنند. زبان روسی، زبان ازبکی، خب حتی زبان قرغیزی، زبان ترکمنی و گروه زبان‌های پامیری از جمله زبان شغنانی، زبان وخانی، یزغلامی، اشکاشمی، برتنگی و زبان یغنابی. از میان این زبان‌ها زبان تاجیکی حقوق کاملی یعنی پیدا نمودن مقام زبانی دولتی را داشت. چرا؟ خب چرا که در این سیاست زبانی اکثری دولت‌ها یعنی تجربه‌ای که اکثری در سیاست زبانی اکثریت دولت‌ها دیده می شود چنین است که در بین ملت و خلقیت‌هایی که کشورهایی که بسیار زمانه هستند، یعنی اونجا نمایندگان ملت و خلقیت‌های زیاد زندگی می‌کنند، همان زبان اکثریت اهالی همچون زبان دولتی پذیرفته می شود. ببینید در خود همین در فدراسیون روسیه زیاده از 150 زبان عمل می کند. این زبان روسی زبان دولتی است. یکی در جمهوری خب ببینید که در هندوستان ببینید که اینقدر قوم و ملت و خلقیت های زیاد حتی در آنجا اولادهای هم زبان‌هایی هستند که بسیار خردی اولادی هستند، قبیلوی هستند، ولی مقام زبان دولتی را زبان هندی و هم در برابر زبان هندی زبان انگلیسی دارد.
و باید بگویم که در میان همین قانون‌هایی که وابسته به زبان در بین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، قانون‌هایی که وابسته به زبان قبول شد و زبان خودشان را، زبان ملی خود را زبان دولتی اعلان نمودند، من فکر میکنم که عادلانه ترین قانون این قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در جمهوری تاجیکستان است. خب دلیل چی است؟ خب ببینید، یگان شما خب از صفحه مطبوعاتی دوره از امروز از صفحه های خب سامانه اینترنتی ما میخونیم، میبینیم که در خب دولت های دنیا چه وابسته به همین مسئله زبان چه مشکلی هست. یعنی محدود کردن زبان بعضی در بعضی کشورها، بعضی خلقیت و ملت ها، ما این رو زیاد در جمهوری ساحل بالتیک میبینیم یا که در کشورهای دیگر. لیکن در جمهوری ما قانون، مقررات قانون با نمایندگان همین ملت و خلقیت هایی که در جمهوری زندگی میکنند امکانیت آزادانه استفاده کردند و رشد دادن زبان خودشان رو داده است. و قانون هم مقرر نموده است که نمایندگان ملت و خلقیت های دیگر هم میتوانند حتی تحصیلشان رو با زبان خودشان در حدود جمهوری براه مانند. البته این با استثنای بعضی نکته هایی که قانون پیش بینی میکند. بله و تشکر زیاد. خوب مسلم است که رشد زبان دولتی پیش از همه ارتباط دارد با تحقیقات هایی که در سمت زبان شناسی و زبان دولتی صورت میگیرند. این سخت وابستگی دارد. خب شما همچون متخصص زبان شناس این رو چگونه ارزیابی کرده میتونید؟ امروز همین تحقیقات زبان شناسی در کدام پایه قرار دارد و شما در این مورد مثلا چی گفتنی ها دارید؟ خب میدونید، پس از آن که زبان ملی ما، زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت، زبان در پناه دولت قرار گرفت. یعنی دولت حامی پشتیبان زبان است. خوشبختانه در کشور ما مسئله زبان یکی از مسائل های مهمی دولتی است. شما ببینید در طول همین دوره استقلالیت چندین قانون ها، چندین قرارها، چندین برنامه های رشد زبان قبول گردید و این از توجه زیادی حکومت کشور نسبت به زبان و مسائل های زبان درک می‌دهد. باید بگم که در دوره استقلالیت یعنی همین جهت های جنبه سیاسی زبان تقویت یافت و برای رشد و تکامل زبان، برای تحقیق سمت های نو، سمت های تازه در ساحه زبان شناسی شرایط ها فراهم آورد و متخصصان ما هم توانستند که در همین دوره به دستاوردهای زیاد نایل شوند. یعنی ببینید در همین دوره تعداد زیادی رساله های علمی وابسته به پهلوهای گوناگون زبان تهیه شدند، آماده شدند، به نشر رسیدند. خب مهم از همه فرهنگ های زیادی تفسیری، فرهنگ دو زبانه، فرهنگ های زیادی صحوی خب با طلب زمان تدوین شدند، به نشر رسیدند. ولی باید بگم که باید اقرار شویم که هنوز مسئله ها در این سمت مشکلی های زیاد جای دارد. هنوز آنچه که شد بسیار خوب است، لیکن قانع کننده نیست. ما زبان دولتی ما امروز به تحقیقات های بنیادی زیاد نیاز دارد. البته این تحقیقات ها صورت میگیرند، ما متخصص زیاد داریم. میدونید مشکل در چی است که اون چیزی که در دوره شوروی بود،
اون اساس های گویم که آن ذخیره ذهنی و که ذخیره انسانی که در دوران شوروی در انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی بود، متاسفانه امروز ما آن را نداریم یا کمتر داریم. ببینید در همان دوره هم یعنی مسائل زبان هم به مسائل زبان یعنی مشغول می شدند، هم در انستیتوت که نزد اکادمیا و هم در کافدرهای نزد دانشگاهی یعنی دانشگاهی گوناگون. امروز میدونید بسیار همون دوره یک بنقشه‌گیری تحقیقات زبانشناسی بود. یعنی هم کافدرها هم کافدرهای دانشگاه ها و یک ارتباط بسیار نزدیک بین کافدرهای دانشگاه ها و انستیتوت زبان ادبیات بود. متاسفانه ما همین احساس میکنیم که همین رابطه اندک سوس شده است، اندک ضعیف کرده است و من فکر میکنم که متخصصان زیاد داریم لیکن متاسفانه پراکنده هستند. خب برای سرجم نمودن، برای با یک به نظام درآوردن همین تحقیقات ها و به نظام درآوردن تیار نمودن کادرهای علمی زبانشناسی، من فکر میکنم وقتی آن رسیده است که در زمینه شعبه زبانشناسی نزد انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم ها یک مرکزی هماهنگسازی تحقیقات های زبانشناسی تشکیل کرده شوند. یعنی تواند که خب انستیتوت زبان ادبیات تواند که خب همین مسائل های وابسته به زبانشناسی را خب زیر نظر خود داشته باشد. یعنی همچون یک مرکز نظارتی و هماهنگسازی باشد. ببینید من چند جا خواندم که در همین دوره در دوره همین گویم صاحب استقلالی خودم میگیم چندین کارها شدن که یک رساله علمی در یک موضوع در خوجند طبع می شود، حمایه می شود، یک نفر خود پیشنهاد می کند و رساله علمی آماده می کند، به دفاع پیشنهاد می کند و همین گونه رساله در دوشنبه یا که در گویم که در کولاب. ببینید این از چه شهادت می‌دهد؟ این از همین نبودنی یک مرکزی یگانه هماهنگسازی. من فکر میکنم که امروز رهبریت امروزی انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی در همکاری و در موافقه با اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان این مسائل ها را به این مسائل ها توجه بیشتر ظاهر میکنند و مشکلی هایی که در این سمت هست حل می شود. من نکته نماند که چند روز پیش شنیدم که تصمیم دارد انستیتوت زبان ادبیات که برای همون سرجم نمودن متخصصان ساحه اون شعبه‌ای که پیشتر در دوران شوروی و در سالهای اولی صاحب استقلالی کشور هم فعالیت میکرد در انستیتوت زبان ادبیات با نام شعبه تاریخ زبان و لهجه شناسی. امروز تصمیم گرفتن که همین شعبه را برقرار کنند و متخصصان دانشمندان ساحه را خب جمع آورند. بله و تشکر جناب استاد. و واقعا شما در بالا دو مفهوم ذکر کردید، یکی مفهوم زبان دولتی و دیگری زبان ملی و مسلم است که وقتی گپ درباره زبان ملی میرد، زبان ملی شاخه‌های گوناگون را در خود فراگیر است. یعنی زبان عمومی خلقی است، زبان ادبی است، زبان گفتگویی است و همچنین لهجه ها. رشته لهجه شناسی، علمی زبان شناسی در خصوص وضع امروزه علم لهجه شناسی تاجیک چی گفته میتوانید؟ در کدام پایه حالا قرار دارد؟ علم لهجه شناسی تاجیک تاریخ چندان طولانی ندارد. آن فقط سالهای 20 30 قرن گذشته این علم
خب تشکل یافت و من بعد با در سال خصوصا در سالهای 60 تا 80 با شرافت مکتب لهجه‌شناسی تاجیک دانشمند معروف بسیار ایرانشناسی زبردست ویرا سرگییونا رسترگویeva در همین نزد انستیتوت زبان ادبیات که شعبه تاریخ زبان و لهجه‌شناسی عمل میکرد یک مکتب بسیار پرقوت ویرا سرگییونا تشکیل کرده بودند. میدونید اون سالهای اوج همین بسیار دامنه گسترده همین علم شاخه لهجه‌شناسی علم زبانشناسی در جمهوری بود. میدونید توسط همین مکتبی که ویرا سرگییونا تشکیل کرده بودند بسیار کارهای جدی بسیار کارهای بنیادی انجام داده شدند که خب در شرایط امروزه من فکر میکنم بسیار مشکل است انجام دادن آنها. میدونید اثر 5 جلده شیوه جنوبی زبان تاجیکی در 5 جلد خب همون سالها خب تهیه شد و به نشر رسید و گذشته از این یک سمت مهمی فعالیت شعبه لهجه‌شناسی و عموما لهجه‌شناسان این جمع‌آوری تهیه و تدوین فرهنگ‌های لهجوی است. یعنی در همان دوره توانستن که خب البته کار جمع‌آوری مواد لهجوی بسیار کار مشکل است و کار فرهنگ‌سازی هم بسیار کار زحمت طلب است که وی غیر از آن که حوصله زیاد را طلب میکند باز دانش بسیار عمیق زبانشناسی یعنی شاخه‌های گوناگون زبان و هم احساس نبض زبان خلق را طلب میکند. بسیار کار مشکل است. در همون دوره ببینید مواد زیاد جمع آورده شد و در اساس موادی که در خب خزینه انستیتوت زبان ادبیات جمع آوری شده است نگاه داشته می شود. سال 1389 لغت لهجه های بخارا تهیه کرده شد به نشر رسید و تا این دم که ما میتوانم گفت اولین لغت چی است؟ لغت لهجوی است. تو این دم البته بودن لهجه یعنی جلد پنجمی گوییم که همان اثر اوچرک‌های ویرا سرگییونا رسترگویeva درباره لهجه‌های زبان تاجیکی لغت روسی تاجیکی لهجه‌شناسی لهجوی تاجیکی بود و پس از آن لغت لهجه‌های بخارا تهیه شد که 5000 زیاده از 5000 واحدهای لغوی را در بر میگیرد. و گذشته از این سال 1997 این لغت شیوه های جنوبی زبان تاجیکی تهیه کرده شد به نشر رسید ولی در 2 جلد باید که چاپ نشد فقط جلد اول چاپ شد و وابسته به همان نوسامانی هایی که در همان سالهای 90 بود جلد دومی همین یک اثری که بسیار زحمت زیاد تهیه شده بود گم شد و در زمینه موادی که بود سال 2012 فرهنگ گویش‌های جنوبی زبان تاجیکی تهیه گردید که آن زیاده از 25000 واحد لغوی را در بر میگیرد. لیکن ببینید خوب لهجه های زیادی تاجیکی همون سالها از نقطه نظر زبانشناسی به طور سیستماتی آموخته شدند ولی باید گفت که کار در این سمت نهایت زیاد است. ما فقط توانستیم که یک لهجه خب لهجه های
جنوبی رو موادش رو. رو جمع آوری نموده در شکل کتاب، در شکل فرهنگ پیشکش خوانندگان کنیم. خب حالی لهجه‌های زیادی داریم ما. لهجه زرافشان اصلا که کار نشده است، یا که لهجه شمالی جمهوری تاجیکستان که خب مواد زیادی همون سالها امکانیت بود در دوران شوروی با سفرها رفته کارمندان و مواد زیادی هم جمع آورده بودند که باید در انستیتوت خزینه، انستیتوت زبان ادبیات نگهداری شده باشد. لیکن متاسفانه نمیدونم چرا، یا باز پراکنده شدن متخصصان بود یا چیزی بود که همین شعبه از بین رفت. و استاد عزیزی ما یک لهجه شناس بسیار شناخته جوراف عبدالغفار یک 10 سال پیش همین مسئله رو برداشته بودند. متاسفانه حالی خودش را نیافت. اون در روز در سخنرانی خودشان بخشیده به روز زبان دولتی 4 اکتبر سال 2019 بود. جناب عالی مخصوص به این مسئله جمع آوری همین دردانه های زبان خلق توجه ظاهر کردند و وظیفه در نزد فولکلورشناسان و زبانشناسان وظیفه گذاشته بودند که باید که اون کلمه های بسیار یعنی واحد های لغوی نابی که در زبان خلق هست ولی آن از زبان ادبی با این یا آن سبب از استعمال برآمده است، آنها رو جمع آوری کرده خب دوباره مورد استعمال یعنی قرار دادن و این تاکید کرده بودند. لیکن ببینید این اجرای این وظیفه ها البته متخصص میخواهد، البته کارمند میخواهد. خب کارمندی که خب مرکز میخواهد، مرکزی که در آنجا متخصصان اعتراف شده سرجم کرده شوند. بله و تشکر زیاد. خوب، حالا استاد ما در آخری فرجام برنامه قرار داریم. برای صاحب زبانان شما چه تمنیات دارید در حفظ زبان دولتی، حفظ زبان ملی و همچنین پایداری دولت که زبان در پناه دولت است و دولت در پناه زبان است؟ و چون مثلا دولت با نام تاجیکستان است و زبان هم که تاجیکی است و اینها عینیتی یک چی هستند. ما گفتیم که درباره زبان دولتی گفتیم و زبان ملی گفتیم. اگر برای ما زبان تاجیکی این زبان ملی باشد، زبان مادری باشد، برای کل مردم دیگری که در حدود جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند این زبان دولتی است. این زبان دولتی است و من امیدوارم که مردم شریف تاجیکستان نوابسته از ملت و خلقیت این زبان را احترام میکنند، به این زبان ارج میگذارند، چرا که این زبان هستی، این زبان گویم رمز دولت صاحب استقلال ما است، رمز کشور ما است و به این زبان ناب، به این زبان بسیار گویم صاحب مقام و صاحب مرتبه و معتبر ارج میگذارند و احترام میکنند. تشکر زیاد برای یک گزارش علمی و مؤثر و امیدوار هستم که بیننده عزیز شبکه تلویزیون سفینه در مورد هم زبان، هم لهجه ها و هم زبان دولتی به خود یک معلومات نوین را کسب کرد و من امیدوار هستم که شما در موضوعات دیگری که در ساحات زبان شناسی و مسائل زبان و ادب تاجیک هستند تشریف می آورید و ما من بعد با شما بحث های دیگری را در این سمت پیگیری خواهیم کرد. بار دیگر از جانب بیننده عزیز شبکه تلویزیون سفینه با شما اظهار سپاس می نمایم. و بیننده عزیز، واقعا زبان مهمترین رکن یک ملت است، رکن یک دولت است. اصلا وجود هیچ خلق، هیچ ملت رو بدون زبان تصور کردن غیر امکان است و امروز هر کدام از ما وظیفه دار هستیم که برای حفظ و گسترش زبان ادبی و ملی خودمون سهمگیر باشیم، چون در جهان ما را با همین زبان میشناسند که زبان تاجیکی فارسی دری و ملت تاجیک. بایستی در این سمت هر کدام ما
کوشش‌های زیادی را به خرج دهیم، چون ببینید قوم‌ها در طول تاریخ هر بار زبان خود را از دست دادند، اونها به بیگانه شوی تبدیل یافتند. یعنی قوم‌هایی بودند از مثابه مصری‌ها، سوریانی‌ها که چون زبان خود را از دست دادند، دیگر هویت، همیت و واقعیت ملیشون هم از بین رفت. و زبان و خودشناسی ملی دو چیزی به هم توأم هستند و من امیدوارم که شما فرزندان خود را هم در روحیه حفظ زبان و هم در روحیه بلند ارزش‌های ملی و خودشناسی و هویت ملی تربیت میکنید. اون زمان باز مشکل‌های ما کمتر خواهند شد، پیکره ملی ما تقویت خواهد یافت و در سمت رسیدن به اون هدف‌های گذاشته شده بسیار سریعتر، ساده‌تر و آسان‌تر به همون هدف‌ها خواهیم رسید. باقی روز و روزگار شما خوشایند، خیرات یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.